سلام علیکم خوار برادره گلم، خدا کنه که خوب و خوش و آرام باشین. شما صدای مر از عراق نجف حرم حضرت علی علیه السلام میشنوید. دوستای عزیزم تو که میبینین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آرامگاهشان اینجا هستند، داماد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان همسر و شوهر فاطمه الزهرا و پدر سید الشهدا. جایتان واقعا خیلی زیاد خالی است. هر جای دنیا، هر جای کره خاکی هستین، انشالله نایب زیاره تمام شما دوستان عزیز هستین. انشالله هر مشکلی که دارین، هر جای دنیا که هستین، هر کمکی، هر نیازی، هر چیزی که دارین، انشالله به حق امیرالمومنین و با کمک خداوند انشالله که شفایاب شوین. اگر مشکلات های فامیلی دارین، مشکلات هایتان برطرف شوه. اگر قرضدار هستین، بدهکار هستین، کسی در بندی خانه دارین، یا کسایی هستن که مشکلات جسمی و بدنی دارن، سرطان دارن، انشالله همگیشان شفایاب شوه. واقعا جایتون خالی است. یک فضای صمیمی و بسیار عالی است. واقعا انسان حس میکنه که خانه پدر خدا آمده و امام علی پدر همگی ما و شما نازنینا هست.